با اندیشه تحلیلگران تاجیک، توصیه ظریف علیزاده در مورد مجازات شدن پروایدرهای اینترنتی برای بستن تورنامه‌ها زور میزنند و باز گریستن نمیمونند تشریح یافته است. فکر نکنم که وکالتدار حقوق انسانی ما امروز تا اون درجه قدرت دارد که مقابل کاردهنده های خود سخن گفته تواند یا یگان چاره اندیشیده تواند. شاید کمی هم با کمی یگان تغییرات شود. شاید که حکومت به نظر گیرد این پیشنهاد را، ولی در حالت ضروری، در حالتی که برای حکومت بستن این سامانه ها ضرور می‌غلطد، هیچ یک توصیه وکالتدار، هیچ یک پیشنهاد وکالتدار گمان نکنم که به این نوبت گرفته شود و تاثیر کند. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در گزارش سالانه خود در رابطه با وضع حقوق انسان و آزادی‌های شهروندان از چندین حالت بسته‌شوی سامانه‌های خبری مثل آزیا پلوس، تاج نیوز، آزادگان، رادیوی آزادی، همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در سال 2015 نگرانی کرده این عمل شرکت‌ها را غیر قانونی و نقض حقوق استعمال کننده خوانده است. هستند بعضی سامانه‌هایی که در حقیقت از جانب خدمات دستور بستن آنها داده می شود. این هم باشد سامانه‌های افراطگرایی و تروریستی که جلب شهروندان رو در آنجا پهن می‌گردد. همین سامانه‌ها، تنها همین سامانه‌ها یعنی که با دستور خدمات علاقه بسته می‌شوند از جانب شرکت‌ها. در مسئله دیگر سامانه‌هایی که مثلا شبکه‌های اجتماعی و دیگر از جانب خدمات علاقه یگان خیلی که محدودیت نیست. دلیل سایتبندان را کسی رسما نمیگوید، اما یک بیانیه شرکت اروپایی تلیاسانو را در ماه نوامبر به بسیار سوالها در این مورد نقطه گذاشت. در این بیانیه رسمی شرکت اقرار کرده بود که آنها را برای دستنوراست کردن بعضی از تورنامه‌ها مجبور میکنند. در 5 سال فعالیت خود خبرگزاری آزادگان حداقل 7 مرتبه به مدت‌های طولانی بسته شده است. مسئولین این سامانه میگویند با مکتوب‌های رسمی خود از شرکت‌های اینترنت رسان پاسخ دقیق نمیگیرند. یک طرف نازک مسئله هم همین است که چرا باید شرکت‌های فراهم کننده اینترنت مجازات شوند، در حالی که در صحبت‌های غیر رسمی کارمندان شرکت‌های فراهم کننده اینترنت میگویند که دستور از بالا شده است و حتی به خدمات علاقه هم اشاره میکنند. من فکر میکنم برای هیچ شرکتی فراهم کننده اینترنت خوب نیست که دسترسی به یک سامانه خبری موفق را نظیر آزادی و آزیا پلوس، آزادگان یا تاج نیوز مسدود کند، برای که از این خیلی تعداد مشتریاش هم فکر میکنم از دست میره. در بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت یا گیپی بر اینند که حتما نهاد برای مسدود ساختن دسترسی به اینترنت باید به جوابگری کشیده شود، اما در عین زمان مسئولین این بنیاد اعتراف میکنند که شرکت‌های موبیلی در بین آب و آتش ماندند. از یک طرف نگاه کنیم آنها شرطنامه دارند با استعمال کنندگان، با استفاده برندگان اینترنت که باید که همه امکانیت ها دسترس باشند. از طرف دیگر آنها اجازتنامه از خدمات علاقه دارند. وقتی که اجازت دهنده بسته کردن این اون سایت را طلب میکند، آنها راه دیگر ندارند. تحلیلگران میگویند وضع میتواند زمان تغییر یابد و پیشنهاد امبودسمن تاجیک هم به کار آید اگر کاربران اینترنت یا مشتریان شرکت‌های اینترنت رسان برای نقض حقوق‌های خود شرکت‌ها را به دادگاه کشند. به تأکید آنها مشتریان به این دردسر ضرورت ندارند، چون اکثریت از برنامه‌های مخصوص قلف شکن استفاده میبرند و برخی حتی از بسته‌شوی سامانه‌ها تا دیر خبر نمیشوند.